خب سلام مجدد دوستان، ادامه میدیم سوالهای بخش Gefahren رو با هم دیگه. این سوال میپرسه wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt richtig؟ رفتارمون در رابطه با حرکت به سمت یه تونل و عبور از یه تونل چجوری میتونه درست باشه برای عبور از یک تونل. گزینه اول: in einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am rechten Fahrbahnrand. در یک تونل که وسایل نقلیه به جهت مخالف هم ازش دارن میان، یعنی دو لاین یا چهار لاین چپ و راست داره، خودم رو متمرکز میکنم به سمت راست خیابون، فاروانقند، به اون خط راستی خیابون، برای اینکه فاصله از ماشینای سمت چپ بیشتر بشه. گزینه دو میتونه درست باشه. گزینه اول: گزینه دو ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone ein. یعنی راههای خروج و راههای اضطراری خروج و تلفن‌های اضطراری و به اضافه شرایط امنیتی که در تونل باید بدونیم رو از قبل مطالعه میکنم، حفظ میکنم که تو حافظم بمونه. درسته؟ Gosine C. Ich fahre mit verringertem Abstand, damit ich mich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs orientieren kann. یعنی فاصله رو با ماشین روبریم خیلی کم میکنم که از طریق چراغ‌های عقب اون ماشین بتونم خیلی راحت جهتمو پیدا بکنم و به سمت جلو حرکت بکنم، که این خیلی خطرناکه. پس این دو گزینه فقط درسته. خب سوال بعدی هم بازم یک سوال ویدیویی هست، با هم پلی میکنیم. تو یک محوطه شهری با سرعت 50 کیلومتر داریم میریم. چپ و راست خیابان پیاده رو وجود داره و خط دوچرخه. یه دوچرخه سوار سمت چپ و یکی هم سمت راست دیده شد و ما هم قراره به سمت چپ دور بزنیم. خب این موضوع خیلی مهمه که باید احتیاط بکنیم به دو طرف. یک بار دیگه ویدیو رو ببینیم. تا اینجا شرایط نرماله. این دوچرخه سوار خیلی مهمه وقتی میخوایم به سمت چپ دور بزنیم که ناگهان یه دوچرخه سوار از سمت راست هم انگار وارد قسمت پایینی پیاده رو شد، شاید میخواد وارد خیابون بشه. ببینیم سوال چی میگه. Worauf müssen Sie jetzt achten؟ به چه موضوعی باید دقت کنیم؟ Auf den grünen PKW، که اون PKW سبز اصلا خیلی با ما فاصله داره و اصلا پارک شده، به ما ربطی نداره، ما میخوایم به سمت چپ دور بزنیم. Auf den Radfahrer links، بله دوچرخه سواری که از سمت چپ داشت میومد، داشتیم میدیدیمش، خیلی مهم بود. و auf die Radfahrerin rechts، سمت راست، Radfahrerin rechts. میبینید که از سمت خودش به سمت چپ مایل شده و احتمال داره وارد لاین بشه یا شاید هم حتی مثل ما میخواد دور بزنه به سمت خیابون سمت چپ بپیچه و باید مراقب اون هم باشه. سوال بعدی هم همچنان یه سوال ویدیویی هست، پلی میکنیم با هم. خیلی خوب. Straßenschäden 30 کیلومتر، با سرعت 30 کیلومتر داریم میریم. جاده خرابی داره میبینید، بیرون شهر تقریبا، و پشت سرمون ماشینی نیست و دوباره یک حیوان وارد خیابون میشه و از سمت چپمونم داره یه کامیون به سمت روبروم میاد. یک بار دیگه ویدیو رو با دقت تر نگاه میکنیم. خیلی خوب. این ویدیو مشابهش رو داشتیم، فقط احساس میکنم الان فاصلمون با اون حیوانی که وارد خیابون شده یه خورده بیشتر است ویدیو قبلی. ببینیم سوال چی میگه. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten؟ چه رفتاری باید اینجا انجام بدیم؟ Ich weiche nach links aus، به سمت چپ متمایل میشم. خیلی خطرناکه، کامیون داره میاد و امکانش نیست. گزینه دو: Ich führe eine Gefahrbremsung durch. یک ترمز خطر انجام میدم که یه ترمز خیلی ناگهانی و کاملی هست که باعث ایست کامل ماشین میشه.
درسته که برای برخورد نکردن به اون حیوانه، چون الان بهتون میگم چرا. گزینه سوم ich halte das Lenkrad gerade und fest. فرمون رو محکم و مستقیم نگه میدارم که اگه برخوردی هم اتفاق افتاد باعث انحراف ماشین نشه. ببینید این گزینه جدیدیه تو این سوال. توی سوال ویدیوی قبلی که همین شکلی بود ما فاصلمون با این حیوان خیلی کمتر بود، یعنی احتمال برخورد با اون حیوان عملا 100% بود، یعنی قطعا به اون حیوان برخورد میکردیم. به خاطر همین گزینه ich führe eine Gefahrbremsung durch اصلا وجود نداشت، به خاطر اینکه اون دیگه فایده ای نداشت و فقط باید تو اون شرایط، چون میدونیم برخورد اتفاق میفته، فقط فرمون رو سفت نگه دارید و مستقیم، نه اینکه به گاز دادن ادامه بدیم. ترمز میکنیم ولی این Gefahrbremsung اینجا یه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه ولی اونجا احتمالش خیلی پایین. به خاطر همین محکم نگه داشتن فرمون تو هر دو تا حالت خیلی مهمه. خب سوال بعدیمون هم یه سوال ویدیویی هست، با هم پلی میکنیم. با سرعت 40 تا داریم توی خیابونی میریم که پیاده رو داره چپ و راستش، ماشینا پارکن، تقدم تابلوش بود و اتوبوسی که راهنمای چپش رو زده و داره وارد خیابون میشه. یک بار دیگه با هم نگاه میکنیم با دقت، با اینا هم دقت بکنیم. قبل از این اتوبوس هم یه موتور چهارچرخی اینجا پارک شده بود که یه شخص جلوش بود و این اتوبوسی که ناگهان وارد خیابون میشه. ببینیم سوال میپرسه worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen؟ برای چه چیزی باید آماده باشیم؟ گزینه اول Personen betreten hinter dem Bus die Fahrbahn. خیلی مورد مهمیه. اتوبوس وقتی داره محل رو ترک میکنه و میره احتمال داره مسافرین ازش پیاده شده باشن و وقتی پیاده شدن خب احتمال داره بخوان به این سمت خیابون بیان، یعنی اتوبوس وقتی داره رد میشه میبینیم که یهو پشت سرش چند نفر وسط خیابون وایسادن و میخوان از خیابون رد شن. احتمال این هست. گزینه دو Das Quad fährt plötzlich an. این به این میگن کواد یا همون کوادرات، به موتور چهارچرخ که ناگهان حرکت میکنه که همچین چیزی الان ازش انتظار نمیره چون یه شخص هم جلوش وایساده. گزینه سه Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinen Fahrstreifen aus. که اتوبوس در لحظه حرکت یه مقداری به سمت لاین من متمایل میشه که احتمال این موضوع خیلی هست. دیدین که با یه تغییر جهت ناگهانی یهو وارد خیابون شد و شروع به حرکت کرد که این موضوع رو با دقت بکنیم. به خاطر همین سرعتمون یه مقدار باید کم بکنیم که این اتوبوس بعد از شروع حرکت و به چپ مایل شدنش دوباره برگرده به سمت لاین خودش. این هم درسته. سوال بعدی میپرسه mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen؟ به چه رفتارهایی از دوچرخه سوارا همیشه باید دقت کرد و همیشه منتظرش بود؟ Radfahrern benutzen Radwege auf der falschen Seite. دقیقا مثل دو سال قبلی که یه سوال ویدیویی بود، دیدید که یه دوچرخه سوار خانم سمت راست بود، یه دوچرخه سوار آقا هم سمت چپ بود، در صورتی که هر شخصی باید از سمت راست خودش حرکت بکنه. یعنی اون دوچرخه سواری که سمت چپ بود داشت در خلاف جهت دوچرخه سواری میکرد که زیاد پیش میاد. این موضوع ممکن اتفاق بیفته. بله. گزینه دو Radfahrer benutzen keine Beleuchtung bei Dunkelheit. احتمال داره که در تاریکی از بلوشتون یا همون نور دوچرخه چیزی استفاده نکنن یا اصلا دوچرخهشون همچین چیزی رو نداشته باشه یا خراب شده باشه. احتمالش هست. باید همیشه حواسمون باشه. گزینه سه Radfahrer benutzen Einbahnstraße in beiden Richtungen. که دوچرخه سوارا در خیابون‌های یک طرفه از هر دو جهت استفاده میکنن، یعنی رفت و آمد وجود داره. یعنی در خیابون‌های یک طرفه که برای ماشین‌ها یک طرفه است و فقط مسیر رفت وجود داره، هیچ گگنفرکری برای ما وجود نداره، ولی در رابطه با دوچرخه‌ها این موضوع صدق نمی‌کنه و ممکنه این اتفاق بیفته. درسته. خب سوال بعدی میپرسه worauf müssen Sie sich hier einstellen؟ برای چه چیزی باید آماده باشید؟ خب
میبینید که توی خیابون بیرون شهری دارید میرید، حدود 40 کیلومتر سرعت، ماشین پشت سرمون نیست. تابلوی پارکینگ برای پیاده روی یا تقریبا کوه یا تپه نوردی همچین چیزی اینجا وجود داره و ماشینای زیادی هم میبینید اینجا پارک هستن که به همین تابلو مربوطه. خب سوال گفته برای چه چیزی باید آماده باشید؟ گزینه‌هامون entgegenkommende Fahrzeuge biegen nach links ab، یعنی ماشینایی که از روبرو میان به سمت چپ دور میزنن، یعنی همون ماشینایی که میخوان اینجا پارک بکنن تو مسیر ما نیستن، از مسیرهای روبرو هم میان و میخوان به این سمت پارکینگ برن و پارک کنن. بله. Fahrzeuge biegen auf die Fahrbahn ein، که ماشین ها به سمت خیابون وارد میشن، یعنی یه جورایی میخوان ماشینایی که میخوان تقریبا از پارک در بیان یه جورایی طوری میان که وارد خیابون اصلی میشن تا حدودی. بله، یا کلن وارد خیابون میشن چون میخوان از پارک در بیان و اون محل رو ترک کنن. گزینه 3 Personen betreten die Fahrbahn، این احتمال هم وجود داره به خاطر اینکه تو این تابلو این موضوع داره به ما نشون میده که این مسیر پیاده رویه و پیاده روی ممکنه هر دو جهت این خیابون وجود داشته باشه. اشخاصی ماشین این سمت پارک میکنن و از خیابون رد میشن و اون بر پیاده روی اتفاق میفته. این هم میتونه احتمال داشته باشه. خب سوال بعدی هم که ویدیویی هست با هم پلی میکنیم. توی محوطه شهری تقریبا مسکونی داریم با ساعت 40 کیلومتر میریم. خب ماشین جلوی ما فلاشرش رو روشن کرده و تابلو حق تقدم هم اونجا بود. یه دوچرخه سوار هم از سمت راست داشت وارد تصویر میشد. یه بار دیگه با هم ویدیو رو میبینیم. سمت چپ و راست هم که میبینید تقریبا عابر پیاده زیادی هستن، به خاطر همین باید همیشه مواظب باشیم. فلاشرهای ماشین، تابلوی حق تقدم و دوچرخه و خود دوچرخه سوار که داشت میومد. خیلی خب ببینیم سوال از ما چی میخواد. Warum müssen Sie jetzt anhalten؟ چرا باید الان توقف کنیم؟ Wegen des gelben LKWs، به خاطر LKW زرد که اصلا اون سمت هیچ ارتباطی با ما نداره. Wegen des Radfahrers، به خاطر دوچرخه سوار. دیدین دوچرخه سوار داشت از اون سمت وارد میشد. و گزینه 3 weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist، به خاطر اینکه شرایط ترافیکی اینجا خیلی نامشخصه، نمیشه همچین اطمینانی داشت، باید قشنگ به یه اطمینانی رسید و حرکت کرد. بله. سوال بعدیمونم یه فیلم کوتاه است باید ببینیم. خب بازم محوطه شهریه و میبینید که این قسمت ریل اشتراسه‌بان در دست تعمیره و بسته شده. خب ما میخوایم به سمت چپ بپیچیم و بریم جلو و همزمان که میپیچیم یه ماشین دیگه هم میخواد به سمت چپ خودش بپیچه که سمت راست ما قرار داره. یک بار دیگه ویدیو رو ببینیم. به سمت چپ پیچیدیم و اون ترانسپورتر قرمز شروع به حرکت کرد و یک ایباگ یا همون اسکوتر وارد تصویر شد. اونم موضوع مهمیه. ببینیم سوال چی میگه. Sie möchten geradeaus weiterfahren. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig؟ میگه شما میخواین مستقیم برید، یعنی ما این مسیر جاده مستقیم میخوایم رد شیم. رفتار درست تو این شرایط چیه؟ گزینه 1 Ich lasse den Elektroroller die Fahrbahn überqueren. الکترورولر همون اسکوتریه که داره رد میشه، میگه بهش اجازه میدم که از خیابون رد بشه، یعنی به سمت راست بره. منطقیه. گزینه 2 Ich überquere die Kreuzung als erster، یعنی اولین نفر کسی که این تقاطع رو رد میشه منم. اشتباه است، چون که تابلو اینجا وجود نداره و قانون rechts و links حکم میکنه، یعنی اول ایشون باید بره چون سمت راست ما قراره.
گزینه سه ich lasse das rote Fahrzeug abbiegen. یعنی اجازه میدم که اون ماشین قرمز رنگ اول بپیچه که این موضوع درست. سوال بعدی میپرسه Sie möchten ausparken. Wie beurteilen Sie die Situation richtig? میگه شما میخواین از پارک بیاین بیرون، قضاوتتون یا درکتون از این شرایط به چه صورته که باید در حقیقت چه اتفاقی بیفته. خب ببینید توی قسمت سنگفرش کنار خیابون پارک کردیم، جایی که برای پارک تعبیه شده. آبرین پیاده سمت راست هستن، تو آینه هم دارید میبینید. پشت سرمون یک کامیون پارک کرده و پشت سرمون هم یه ماشین. خب ما میتونیم از این پارک بیایم بیرون. راهنما رو هم زدیم. گزینه مهمی که این وسط وجود داره اینه که ما باید، چون خیابون دو طرفه است، میبینید که این ماشین از روبرو داره میاد، پس این ماشین هم از پشت سرمون ممکنه بیاد. یه چیزایی مشخصه اینجا ولی دقیق معلوم نیست، به خاطر اینکه این کامیون پارک شده و یه مقداری جلوی دیدمون رو گرفته. خب گزینه از ما میخواد که ببینیم رفتار درست چیه. Von hinten kommende Fahrzeuge sehe ich erst spät. یعنی ماشینایی که از پشت سر میان و من دیر میبینم، یعنی موقعی میبینم که یه مقداری از پارک اومدم بیرون. درسته؟ Von hinten kommende Fahrzeugführer lassen mir beim Ausparken meinen Vorrang. یعنی ماشینایی که از پشت سر دارن میان به من اجازه میدن که من اول از پارک بیام بیرون بعد اون رد شم، که این اصلا احتمال خیلی ضعیفیه چون نمیشه مطمئن بود. گزینه سه Fahrzeugführer sehen mich erst spät. که یعنی اونها هم منو دیر میبینن، یعنی زمانی که دیگه از پارک دارم میام بیرون منو میبینن، به خاطر اون LKW که پشت سر پارکه یه مقدار دید برای من و حتی ماشینای پشت کور شده. پس این دوتا گزینه درست. خب این سوال میپرسه Warum ist das Vorbeifahren an dieser Unfallsituation gefährlich؟ چرا رد شدن از این صحنه تصادفی که اتفاق افتاده میتونه خطرناک باشه؟ ببینید آمبولانس سمت چپ پارک شده و پلیس هم توی خیابون هست. یه ماشین جلومون ترمز کرده کاملا. ماشینایی که سمت چپ هستن هم همچین منظم نیستن، نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و پشت سرمون هم یه موتور سوار قرار داره. خب یا بر پیاده هم که اینجا میبینید. گزینه هامون weil die Verkehrslage unklar ist. خیلی وضعیت ترافیکی اینجا نامشخصه. خب کاملا به هم ریخته است، معلومه. گزینه دو weil Folgeunfälle möglich sind. چون که ممکنه مجددا این تصادف اتفاق بیفته، معلوم نیست وضعیت ترافیک چجوریه. درسته. گزینه سه weil Fußgänger übersehen werden können. یعنی به خاطر این شلوغی در ترافیک احتمال دیده نشدن آبرین پیاده هم وجود داره، یعنی یکی رو میبینیم ولی خب ممکنه چند نفر این بین ماشینا باشن و وارد خیابون بشن. درست. خب سوال بعدی سوال ویدیویی هست، ببینیم با هم. خب محوطه شهری، سرعتمون حدوداً 50 کیلومتر، یک دوچرخه سوار سمت راست، یه موتور سمت راست پارک شده و این تابلوی حق تقدم و ما میخوایم به سمت راست بپیچیم، یه ماشین هم پشت سرم. خب یک بار دیگه ویدیو رو پلی میکنم. خب وقتی یک بار دیدیم که میخوایم به سمت راست بپیچیم، باید دیگه به تمامی این آبرین پیاده یا دوچرخه موتور سواره که سمت راست هستن دقت کنیم. ببینید تو آینه همچنان میبینیمش، ولی خب از یه جای بعد دیگه میفته توی نقطه کور. ببینیم سوال چی میخواد. Worauf müssen Sie hier beim Rechtsabbiegen achten؟ به چه موضوعی باید در زمان به سمت راست پیچیدن دقت کنیم؟ Auf das Motorrad. خب موتور که پارک شده بود اونجا، تو آینه هم همچنان داریم میبینیمش، مهم نیست. Auf den Radfahrer. به خاطر اون دوچرخه سواری که همین الان افتاده توی تورتن وینکل یعنی نقطه کور، باید با شولتابلیک ببینیمش. درسته. Auf den Gegenverkehr. خب اینجا گگنفکر وجود داره ولی خب چون میخوایم به سمت راست بپیچیم خطری برای ما نداره، یعنی فقط به دوچرخه سوار تو این قضیه باید دقت کنیم.
سوال بعدیمون هم ویدیو هست. خب با سرعت حدود 60 کیلومتر که همینجوری داریم کمترش میکنیم میریم. خب میبینیم که تابلوی 50 کیلومتر و سبقت ممنوع هست. از سمت راست و چپ داره ماشین و موتور میاد و میبینید که اون موتور توقفی ظاهرا نکرد و اون تراکتور هم وارد خیابون شد. یک بار دیگه با هم ببینیم با دقت. پشت سرمون هم که ماشینی نیست، این خوبه. سبقت اینجا ممنوعه. خیلی خوب، میبینید اون موتور سوار با همون سرعت وارد میشه. سوال از ما میپرسه wie verhalten Sie sich jetzt richtig؟ چه رفتاری اینجا درسته؟ خب گزینه‌ها رو با هم میبینیم. گزینه اول ich bremse leicht ab، یعنی خیلی آروم سرعتم رو کم میکنم. خب ما در حقیقت نمیدونیم که اون وضعیت اون موتور سوار قرار چی بشه، یعنی قراره به سمت چپ خودش بپیچه و خیابون مستقیم ما رو ادامه بده بره، یا میخواد این تقاطع رو رد بکنه و به سمت خیابونه که ماشین زرد اونجا هست بره. خطرناکه که اگه بخوایم فقط سرعتمون رو آروم کم بکنیم، درست نیست. Ich führe eine Gefahrbremsung durch. ترمز خطر میگیرم، یعنی کاملا ترمز میکنم که بهش میگن Gefahrbremsung. بله درسته، چون که ممکنه برخورد صورت بگیره اینجا. Ich überquere die Kreuzung zügig، که به صورت خیلی سریع از تقاطع رد میشم که کاملا خطرناک و اشتباه هست. گزینه صحیحمون Gefahrbremsung هست تو این شرایط. خب این سوال بازم سوال تصویری هست. میپرسه womit müssen Sie in dieser Situation rechnen؟ رو چه موضوعی باید اینجا فکر بکنید، حساب کنید؟ ببینید یه خیابون تقریبا خیلی باریکی هست. آبرون پیاده رو میبینید و یه دوچرخه سوار و این ماشینی که جلو پارک شده ظاهرا، اگه اشتباه نکنم. پشت سرمون هم که ماشینی نیست. گزینه ها میگه Der Radfahrer schert nach links aus، یعنی جاده رو به سمت چپ میبره و به عنوان اینکه این از این ماشین عبور بکنه. خب به احتمال زیاد این ماشین پارک کرده، یعنی متمایل میشه به سمت چپ، احتمالش هست. mit Gegenverkehr، احتمالی که ماشین از روبرو بیاد هم هست، چون هیچ علائمی نداریم که این خیابون یه طرف هست و احتمال داره ماشین از روبرو بیاد. بله. و گزینه 3 Der Radfahrer steigt ab um mich vorbeizulassen، که دوچرخه سوار پیاده میشه که من رد بشم اول، که این موضوع خیلی خنده داره، اصلا درست نیست. خب این سوال میپرسه Sie fahren durch einen Tunnel، welche Besonderheiten besteht dabei؟ که یعنی دارین از یه تونل رد میشین و چه شرایط خاصی اینجا صدق میکنه. گزینه 1 Im Tunnel kann ich durch Lichteffekte abgelenkt werden، میتونم، یعنی در تونل امکان داره که من به خاطر اون تاثیراتی که ماشینای روبرو از طریق چراغاشون اتفاق بیفته به سمت چشم، حواس پرتی اتفاق بیفته برای ما. بله. Im Tunnel kann ich durch starke Fahrgeräusche abgelenkt werden، که میتونیم در تونل به خاطر سرصدای زیاد ماشینا هم این ابلنکونگ، حواس پرتی اتفاق بیفته. بله. گزینه 3 Im Tunnel sind Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Nottelefone ausgeschildert، یعنی در تونل نکات امنیتی، راههای خروج و تلفن‌های اضطراری هم علامت گذاری شدن، یعنی با تابلوهای مختلف توی تونل قابل دیدن هستن. درست. خب سوال آخر از این بخش که یک ویدیو هست با هم میبینیم. با سرعت 30 کیلومتر داریم میریم. تابلوی عقب تقدم هم دیدیم سمت راست. ماشینا چپ و راست خیابون پارکن. داریم ادامه میدیم و خب این ماشین داره راهنما میزنه که وارد خیابون بشه. یک بار دیگه با هم میبینیم. خیلی ماشینایی که پارک شدن همیشه باید یه نیم نگاهی داشت. راهنماشو زده و بدون توجه به ما
داره وارد خیابون میشه و یک موتور هم مجددا نگاه میکنیم از روبرو داره به سمت ما میاد. خب شرایط خطرناکی میتونه باشه. سوال میگه رفتار ما توی این شرایط چیه؟ Ich bremse ab، سرعتمو کم میکنم. گزینه دو، Ich weiche nach links aus، به سمت چپ متمایل میشم. نه. گزینه سه، Ich beschleunige aufgrund meines Vorrangs، یعنی به دلیل حق تقدمم، اینکه حق با من اول برم، سرعتم رو زیاد میکنم. خب اینم درست نیست، باید سرعتمون رو تو این قضیه کم بکنیم که از خطر جلوگیری کنیم. Ich bremse ab. این هم از گزینه درست. خیلی خب، خسته نباشید بچه ها و تا ویدیوی بعدی.